تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. این ابیاتی بود که زنده یاد دکتر محمد اقبال لاهوری در مورد امام حسین و عاشورا سروده. اقبال از نظر من برجسته ترین و قوی ترین فیلسوفی است که در چند قرن اخیر در جهان اسلام ظهور کرده. به هر حال شعرش در دیوانش قابل دستیابی است. ما بریم سراغ بحث خودمون و اتفاقاتی که در ایران و منطقه افتاده. خب هنوز شرایط برای یک بحث خیلی روشن و صریح آماده نیست، اما اگه بخوام تصویر کلی به دست بدیم، الان وضعیت خاورمیانه مثل یک پازلی است که قطعاتش در هوا پخشه و به نظر میاد اینها داره دور هم جمع میشه، یک تصویر رو شکل میده. تقریبا از هر سو که نگاه میکنی اتفاقاتی در حال انجامه که بخواد این پازل رو تکمیل کنه. پازل هم همون چیزی است که به نظر میاد یه طرحی است که از قدیم در دستور کار سازمان ملل بوده، بعد دولت‌های آمریکا هر کدوم به طریق اون رو دنبال کردند. همراهی اروپا رو داره، همراهی حتی چین و روسیه رو در این سطحی داره و اعراب منطقه هم، منظور از اعراب کشورهای عرب منطقه هم با اون همراه هستند. خب اسرائیلی ها هم پیش افتادند که اون رو متحقق کنند، البته با شیوه خودشون که یک مشکلاتی هم می آفرینه و آفریده تا کنون، اما اون پازل به طور کلی داره شکل میگیره. خب اول در وضعیت ایران رو نگاه کنیم. جنگی شد و هر طرفی تفسیر خودش رو از جنگ مطرح کرد. طرف آمریکایی و طرف اسرائیلی اون رو یک موفقیت کامل برای خودشون تلقی کردند و گفتند که به ویژه اسرائیلی ها که ما سیمای خاورمیانه رو تغییر دادیم. خب به چیزها هم اشاره میکنن. اپوزیسیون اسرائیل هم در این تلقی با دولت اسرائیل همراهی کرد. یعنی معمولاً اگر اپوزیسیون همراهی کنه با یک طرحی، با یک رفتاری از دولت، با یک برنامه‌ای، به نظر میاد اونها هم موافق تفسیر دولت حاکم از اتفاق روی داده است. در ایران هم مسئله به صورت معکوسی مطرح شده است توی محافل رسمی و اسرائیل رو مجبور به پذیرش آتش بس دیدند. و حالا این تفسیرها مربوط به اتفاقی است که گذشته، بعد ببینیم که چه اتفاقی در شرف تحقق هست. این خیلی مهمه. از یک جهت جنگ 12 روزه خیلی تغییرات در منطقه، در ایران، در روابط بین کشورها ایجاد کرد، اما از طرف دیگه به نظر میرسه که اون استخوان‌لای زخم مونده همچنان. اون استخوان‌هایی است که دردش به قدری شدیده که قابل تحمل نیست و بعد در واقع برایش یک راه چاره‌ای اندیشید. یعنی نمی‌شود شرایط به همین صورت کنونی ادامه پیدا کنه. یک جورایی بعضی از مسائل برگشته به نقطه اولش و اون سوال همچنان پیش روی همه است که قرار است روابط ایران با آمریکا و متحدانش به چه صورتی در بیاد، به چه صورتی ادامه پیدا کنه. آیا قرار یک توافقی نهایتاً حاصل بشه یا نه همین وضعیت شکننده ادامه پیدا کنه به درگیری های دوره‌ای منجر بشه و اینها. خب
من فکر میکنم نه ایران نه منطقه و حتی شاید اسرائیل هم توان تداوم این وضعیت رو کلا نداره و این به نظر میاد که کار امکان ناپذیری باشه. و این بحث توافق پیش میاد، اما اون توافق هم همچنان مشکلات خاص خودشو داره. در داخل ایران در هیئت حاکمه حرفای متعددی راجع به توافق گفته میشه. خب اونهایی که دیپلماتن در وزارت خارجه اصلا معمولا اینکه دیپلماسی باید ادامه کنه، راهش نباید بسته بشه حتی با آمریکا و اینها. حالا زمانش خیلی مهم نیست، اما اینکه توافق باید صورت بگیره گاهی صحبت میکنند با شرط و شروط خودشون. از اونور ترامپ هم به طور مشخص از لزوم یک توافق جامع حرف میزنه. خب اما لحنش گاهی متفاوته. مثلا گاهی سعی میکنه که یک نوع همدلی نشون بده. بعد از جنگ به خصوص گفت که خب ایرانی‌ها ضربه خوردن، اسرائیلی‌ها ضربه خوردن، ایجادی گفت هر دو خسته شدند و بعد دنبال راه دیگری بود. اما گاهی هم آخر این بحث تسلیم بی قید و شرط رو مطرح میکنه. هر وقت توافق حرف مطرح میشه، حرف از توافق، این رو تکرار میکنه، تسلیم بی قید و شرط. خب در داخل ایران همونجوری گفتیم علاوه بر اون مواضعی که دیپلمات ها در وزارت خارجه دارند، اما اون جناح مقابل که الان سعی کرده ابتکار عمل رو هم تا اندازه دست در دست بگیره و صداشو خیلی بالا برده و اونها شدن حرف اول و بقیه انگار دنبال رو اونها شدن یک جوری، حداقل در فضای تبلیغاتی که اینجوره. و حتی بسیار از اصلاح طلبان هم در واقع دنبال اونها همون حرف ها رو یک جوری تکرار میکنن. خب وقتی این فضا در داخل اینه، این بحث تسلیم بی قید و شرط خب میتونه واکنش انگیز باشه، یعنی اساساً حرف تحریک آمیزیه. خب معمولاً جایی راجع به تسلیم بی قید و شرط میگن که سرزمینی رو شما رفته باشید در روی زمین فتح کرده باشید، مثلا ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که نیروی آمریکا اونجا بعد از بمباران‌های وسیع در شهرهای مختلف، بعد استفاده از بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، خب امپراتور رو چون فکر می‌کردن که دیگه راهی جز مصالحه با همین ها وجود نداره، امپراتور رو کشیدن پای تصویرهای، پای دوربین های خبرنگارا و اونجا گفتن که بعد تسلیم بی قید شرط رو بپذیرن، یعنی خاکی تسخیر شده. یا در آلمان زمان همون جنگ جهانی معمولا از تسلیم بی قید و شرط صحبت می شده، اما در اینجا یک جنگ از راه دور اتفاق افتاده، حملاتی متقابلی صورت گرفته. حالا تفسیرهای چندگانه مسئله، تفسیر من از داستان مشخصه که به لحاظ تکنولوژیک، چون این جنگ تکنولوژیک بوده و معمولا تکنولوژی که دست بالا داره خب موفق تره، چون یه جنگ تن به تن رویاروی مرزی سرزمینی و اشغال خاک و اینها که نیست. از اون سطح آسمون موشکی رفته، از آسمون هم هواپیمایی اومده، بمبی انداخته و خلاصه جاهایی رو نابود کردن، تخریب کردن. به هر حال دعوای سرزمینی و فتح یک سرزمین نبوده که بحث بی قید و شرط رو دائم تسلیم بی قید شرط مطرح میکنه. و بعد اینکه چرا این رو مطرح میکنه، هدفش تحریکه که طرف مقابل اساسا نیاد پشت میز مذاکره، یا نه این رو از سر همینجور چون حرفای حالا گاهی دقیقی میزنه اما حرفای نابخردانه هم دائم همین میزنه و تکرار میکنه. آیا این رو کسی گفته ای تکرار کنه، یا این که همینجور گفته و عادت کرده و یا میخواد برای خودش مثلا یک موقعیتی درست کنه؟ این الان روشن نیست. خب اگر واقعا این رو عامدانه میگه و میخواد این طرف رو تحریک کنه و
بعد بکشونه به زور، حالا به نحوی پای میز مذاکره، بعد بگه تسلیم بی قید و شرط شد. خب این هنوز هم در داخل ایران برای همچی وضعیتی اصلا آمادگی وجود نداره. این یعنی اینکه قرار جنگ یک مرحله دیگری هم ادامه پیدا کنه، اگر منظور اینه. اگر نه، اگر همینجوری یه چیزی، یه لغلقه زبانش هست، خب قاعدتا باید میگفت که ما دیگه حالا یه جنگی بود، مثلا ضربه ای زدیم، تأسیسات هستی از دست رفته، بخواد یک صورت موازی براش درست بشه در جاهای دیگه، خب این هزینه داره. ایرانی ها دیگه مثلا لازم نیست این کار کنن، بیاین یک دنیای دیگری بسازیم، وارد مرحله دیگری بشیم، توافقی کنیم که سود دو طرفه داشته باشه، تحریم های شما لغو خواهد شد، کشورتون توسعه پیدا خواهد کرد و اینها. بعد کلا رو این میرفت. حالا گاهی از این جنس حرفا میزنه، اما وقتی که دوباره یه مسئله پیش میاد فوراً توییت میزنه یا اون رو تکرار میکنه که تسلیم بی قید و شرط. این خودش داستانی شده. به هر حال اگر هدف توافق باشه، بعد خورده زبانشو تغییر بده که زمینه‌ای در داخل ایران هم برای کسانی که دوست دارن برن توافق کنن آماده باشه. و اگر میخواد نشه که همین زبان رو باید به کار بگیره و این کار بی‌نهایت دشواریه. این که حالا خوب به نفع ایران یا نیست که بپذیرن یه مسئله دیگه است. این که اصلا بتونن همچین کاری کنن خب خودش یک مسئله دیگری است و این سخته. بنابراین ما نمیدونیم که حالا فعلا یک مرحله دیگری از یک تهاجم غافلگیرانه و سنگین راجع به بعضی اهداف در انتظاره، یا اینکه واقعا قراره به اصطلاح برن سر میز مذاکره. خب برای میز مذاکره خیلی دارن تلاش میکنن. مصری ها خیلی جدی شدن. مصری ها روابطشون خیلی بهبود پیدا کرد تو این مدت. یعنی ایران از اون بحثی که اونها مطرح میکردن که اسم خالد اسلامبولی از روی خیابون به همین نام باید برداشته بشه در تهران، چون این عامل ترور انور سادات بوده و با وجود این نمیشه اینجا سفارتخانه رو باز کرد. قرار این رو تو همین جریانات آهسته اسمشو عوض کردن، گذاشتن سید حسن نصرالله. و جالبی که هیچ کم اعتراض نکرد. معلوم شد که این دیگه یک اجماعی است اون بالا که روابط با مصر باید ترمیم پیدا کنه. خب این خودش یک علامتی از اینه که ایران دیگه مصری ها رو در دایره قرمز نمیگذاره یا حمایت از اسلامگراهایی که اونها روشون حساس بودن این رو خط قرمزش قرار نده، میخواد خورده عادی سازی کنه. مصری ها به هر حال فعالن، سعودی ها هم فعال شدن تو این زمینه. خب اینها همه البته روشنه که در پشت پرده از این که قدرت موشکی و اتمی ایران، حالا قدرت اتمی منظور همین پرونده هسته یک خود خونسا بشه، به نظر من خوشحالن. تا خودشون رو کشیدن عقب و یه جوری گفتن مثلا ما مداخله نمی کنیم، میخوایم میانجیگری کنیم. اما خب روشن بود که از این دو مقوله احساس بیم میکردن و بعد هم دوره رفتن چینی ها رو وارد کردن، روس ها رو، که بیان واسطه بشن که ایران از این طریق تهدیدش متوجه اونا نباشه. اما پشت پرده مشخصه که راضی هستن. ترامپ هم گفت دیگه این رو که وزیر دفاع اومده به ما تبریک هم گفته مثلا. حالا شاید اونا میگن که این نه یا افشا کنه، اما اینم که نمیدونم چه اصراری داره که حتما افشا کنه اینها رو. خلاصه همه اینها دنبال اینن که مسئله ایران به این صورت حل بشه که ایران از اون دو خواسته دیگه عبور کنه. یکی همون بحث غنیسازی است که بپذیره که دیگه نمیشود. دو، مسئله موشک‌های بالستیکی که میخوان بردشون محدود بشه. حالا نه اینقدر محدود که وقتی تو ایران مطرح میکردن 70 کیلومتر، ولی مثلا در حدی که به اسرائیل نرسه مثلا. یا حالا دیگه راجع به این بحث روشنی مطرح نکنه. این رو دنبال چند در ازاش آمریکایی‌ها بپذیرن ایران کشوری است که در این منطقه باید
بتونه روابطشو گسترش بده، تحریماش لغو بشه، به وضعیت عادی برگرده. خب عربا دنبال این هستن. خب وقتی دنبال اینن میخوان اسرائیل هم در منطقه پذیرفته بشه به عنوان یک موجودیت به هر حال. حالا اینکه حدود و ثغورش کجا باشه، قبلا میگفتن مرز 1967، حالا عقب نشستن و معلوم نیست به چه مرزی. ولی با این حال اینها دنبال این هستند که مسئله لبنان رو و مسئله سوریه رو هم حل کنن. خب اونجا مذاکراتی در جریانه. همین امروز تام باراک که نماینده دولت ترامپ در لبنان هست و در سوریه هست، خب یه پیشنهادی داده بود به دولت لبنان که در ازای خلع سلاح حزب الله و یک سلسله رفرم‌های اقتصادی و واحد شدن کشور، یعنی یک کشور، یک ارتش و یک اسلحه، همچین چیزی، و یک مردم، این معنای خلع سلاح حزب الله، اگر بپذیرید اسرائیل هم مرزهاشو مشخص میکنه و اون 5 پایگاهی رو که همچنان در اشغال خودش در جنوب لبنان داره ترک میکنه. خب این رو عرضه کرده بود و هر به اصطلاح 3 کانون قدرت اصلی در اونجا، یعنی رئیس جمهور جوزف اون، آقای سلام نخست وزیر و نبی بری رئیس مجلس که شیعه و متحد حزب الله، اینها متفق القول اومدن گفتن که به نظر من نگاهشون مثبت بود به این و به حزب الله حتی یه حالت هشداری داده بودن. اونجوری روزنامه نوشتن که یا میپذیری یا ما که با ما وارد صحبت بشی راجع به این که جوابی تهیه کنیم، یا ما جوابمون رو بدون این نظر تو خواهیم داد. یعنی نبی بری هم با این داستان همراه شده. خب این وسط شیخ نعیم قاسم هم صحبت کرد. صحبتاش در ایران یه طرف منعکس شد، در حالی که تقریبا دوگانه حرف زد. گفت ما هم برای صلح آماده هستیم هم برای مقاومت، یعنی صلح رو رد نکرد و بعد اون اتفاقاتی که میخواد بیفته باشون مخالفت نکرده بود، فقط روی ترتیب زمانیشون خورده تاکید کرده بود که ما اسرائیلیا باید مثلا اول رفع اشغال کنند، تعهد بدن که دیگه این آتش بس رو نقض نکنند، منابع ما، نیروهای ما رو از بالا نزنند، ما هم مثلا مشکلی با، حالا این رو تلویحاً گفته بود که با بقیه بخش‌های اون داستان نداریم. به هر حال حزب الله هم چیز. حالا امروز دیدم که تام باراک گفته بود که اون توافقی که من دیدم، جوابی که دیدم به طرز باور نکردنی باعث رضایت هم شد، یعنی طرز باور نکردنی رضایت بخش بود. گفته بود خیلی سریع بود، مثلا روشن بود و اینها. خب لبنان به هر حال به سمت ترسیم مرزهاش داره میره و روش فشار هم هست که وارد اون پیمان ابراهیم بشه، عادی سازی هم بکنه. البته عادی سازی رابطه با اسرائیل مخالفین غیر از حزب الله داره در داخل لبنان، اما به هر حال فشار روی دولت برای اینکه عادی سازی کنه هست. خب سوری هم که اصلا وارد مذاکره شدن و این بحث پیش رفته، اونها البته تا این لحظه آمادگیشون اعلام کردن به اون توافقنامه ترک مخاصمه 1974 برگردند و اسرائیل از این منطقه حائل خارج بشه، که اسرائیلیا خارج نمیشن با توجه به موقعیتی که اونجا دارند و میگن که اگر عادی سازی بشه رابطه، ما از این منطقه برمیگردیم، شما هم دیگه جولان رو، اصل بلندی ها رو که 1967 اشغال شده به عنوان بخشی از خاک ما باید بپذیرید. به هر حال به نظر میاد که دولت جدید سوریه هم داره به اون سمت میره که عادی سازی کنه. یعنی این الان که نتانیاهو رفته آمریکا و امشب قراره با ترامپ صحبت کنه، یه بخشش همین عادی سازی، این که رابطه با این کشورهاست که فکر کنم به عنوان خبر بزرگ اعلام بشه. خب از قطر صحبت میشه، حتی از عربستان گویی صحبت میشه که میخوان این کارو بکنند. حالا عربستانیا میخوان اول یک توافقی راجع به آتش بس در غزه صورت بگیره، بعد این کارو کنن. لذا وقت از وزیر دفاعش پرسیده بودن که دنبال عادی سازی اصلی، گفته بود آتش بس در نوار غزه اولویت بیشتری داره نسبت به این. یه جواب به معنای این است که اگر آتش بس اونجا اتفاق بیفته ما هم حاضریم. خب طرح آتش بس هم تقریبا
داره پخته میشه. البته دوباره اختلافاتی شروع شده سر جزئیات بی‌نهایت معمولا تو این طرح‌ها وجود داره که بعضی‌هاش از نظر ما که از مسئله دوریم خیلی مهم نیست، میگه آقا برید توافق کنید، اما اونایی که نزدیکن به اونجا براشون این جزئیات مهمه. حالا به مخمصه افتاده ولی فشار زیاده از طرف دولت آمریکا، یه مقداری روی نتانیاهو، نه خیلی زیاد ولی تا اندازه‌ای، و همینطور روی قطر و اینها، چون اینها میزبان حماس هستند که این توافق زودی شکل بگیره و انجام بشه. حالا جزئیات توافق هم مطرح شده که آزادی هم گروگان هاست، بخش از عقب نشینی ها اسرائیل، ورود کالاها به اونجاست، و بعد بحث و گفتگو در مورد که اونجا چجوری اداره بشه، و بعد هم خدمتتون عرض کنم که آیندهش مثلا چی باشه و اینها. ببینید یه اتفاقی داره به صورت همگانی رخ میده. نتانیاهو مدعیست اون با حمله به ایران و بالاخره برخوردهایی که با حزب الله و حماس و جای دیگه شده داره زمینه این کار آماده میکنه. حوثی ها رو خب دیشب دوباره مواضعشون کوبیدند و اون ایستگاه‌های تولید برقشون رو منهدم کردند. عراق هم بحث خلع سلاح نیروها همچنان روی میزه. برای اولین بار به صراحت خیلی شدیدی، حالا برای اولین بار نبود اما به این صراحت که مقتدا صد بیاد بگه اینها باید خلع سلاح بشن، این تازگی داشت. اونجا به هر حال توی همین ماجرای جنگ ایران دیدیم تحرکی از جانب هشت شعبی به صورت نشد، یعنی دولت عراق کنترل داره و فشار میاره که حالا اینها رو یک جوری مهار کنه. خب به هر حال ایران یا باید با این وضعیت خودش رو تطبیق بده، بپذیره که یک خاورمیانه دیگری شکل گرفته. منظور این خاورمیانه جدید و اینها که گاهی صحبت میشه، منظور تجزیه سرزمینی کشورها واقعا نیست. من میبینم خیلی جا مطرح میکنن اصلا خاورمیانه هر گوشش که تجزیه به معنای سرزمینی بشه برای سالهای طولانی، به ویژه برای ایران که برای چندین دهه بی‌ثباتی‌های غیر قابل کنترل ایجاد میکنه. لذا هیچ کس در دنیا دنبال این نیست از جمله دولت آمریکا. فقط همین تندروهای اسرائیلی و جناح خاصیش دنبال فتنه انگیزی هستن، چون اساسا دیوانه هم محسوب میشن. هیچکم اینها الان تو دولت سهیمند ولی هیچکم هیچ کارشون نمیتونه بکنه، هیچکم باشون همراه نیست. اینها دوست دارن همه جا فاجعه درست کنه. حتی وقتی که در کردستان عراق اعلام شد که رفراندومی برای استقلال میخوایم صورت بدیم، فقط دولت همین نتانیاهو و دولت اسرائیل، یادم نیست کدوم دولت سر کار بود، موافقت کرد، همراهی کرد، ولی خود دولت آمریکا هم همراهی نکرد. بحث تجزیه سرزمین نیست، بحث یک همگرایی منطقه‌ای است که اسرائیل هم باید جزئی از این باشه و بتونه مراودات راحتی رو در حوزه‌های تکنولوژی و در حوزه‌های استفاده از به اصطلاح علوم ژنتیک در حوزه کشاورزی و اینها مثلا کمک‌هایی کنه و سرمایه‌گذاری جو صورت بگیره. البته دوست دارن ایران هم بخشی از این باشه، برای همین ترامپ دائم از اینکه ایران هم وارد این بحث توافق ابراهیم بشه حرف میزنه که خب فعلا یک چشمانداز دوری داره. حالا فعلا شاید ایران رو میخوان بگن که فقط مخالفت نکنه با این روند و آروم آروم پیش بره. به هر حال این چیزی است که الان طراحی شده، داره پیش میره و اونها جنگ رو دستمایه این داستان میبینند که بتونن متحققش کنن. ولی با این حال همین بحث این است که در داخل ایران و یک طرف آمادگی برای این داستان همجوری گفتم وجود نداره، اون بخشی از آمادگی هم که برای مذاکره وجود داره، اون بحث تسلیم بی قید و شرط میتونه به همش بزنه. پس بنابراین احتمال این که در فکر این باشن که یک ضربه جدیدی بزنند و یا این جنگ رو دوباره دامن بزنند و همزمان باش مکانیزم ماشه رو مثلا فعال کنند، همچنان یکی از احتمالات. حالا به هر حال ما موندیم و ده ها پرونده جدید که گشوده شده، ده ها تحولی که در نقطه به نقطه داره خاورمیانه اتفاق میفته و وضعیت کشورمون که
خب قبلا مشکلاتی داشته، الان هم داره. الان البته مردم از جنگی که اتفاق افتاد خیلی ناخوشنودند، اسرائیل رو عموماً محکوم میکنند. خب بعضی این رو تعبیر کردن که اینها دنبال مثلا مردم از ادامه جنگ هم حمایت میکنن، میخوان تکرار بشه. بعضی هاشون اصلا اینجور نیست، واقعا مردمی که ما صحبت میکنن دوست دارن اون جنگ هرگز دیگه تکرار نشه. بعد هم خلاصه یک مجموعه تناقض‌های آفریده شده که من نمیدونم با چه مکانیزمی میخواد این حل بشه و راهی گشوده بشه. خب تو ایران همچنان حرف زدن راجع برخی مسائل همچنان مشکله. حتی یک انتقاد کوچک از یک حادثه ممکنه مثلا حملات رو تو این رسانه هایی که در اختیار طرف مقابل ایجاد کنه. خب یه طرف میگن وحدت ملی، اتفاق ملی، این میگن رخ داده، از طرف این رو جوری تفسیر میکنن که گویی همه باید توی چارچوب اونها حرف بزنند و بگن بله حق با شما بوده، شما درست گفتید و از این به بعد هم حرفای شما باید پیش بره. خب همچی چیزی که در هیچ کجای دنیا توافق ملی نبوده و نمیشه و بنابراین این هم با تحولات جدید دچار به اصطلاح تغییر میشه، چون وفاق ملی یک مختصاتی داره فراتر از اون فضای روانی و فضای تبلیغاتی و فضای رسانه‌ای و دنیای مجازی که ساخته میشه. بعد روی زمین یه چیزی اتفاق بیفته، همه این نیروها بتونن صحبت کنن، حرف بزنن، نظر بدن، مشارکت کنن، تبیین کنن. وقتی این نباشه خب این یه چیزیست که موقته و تحت تاثیر فضای فعلی پدید اومده. حالا به هر حال الان ما منتظریم ببینیم که میخواد چه اتفاقی در واشنگتن بیفته. صحبت‌های ترامپ و نتانیاهو رو با دقت دنبال میکنیم و فکر میکنم تا یکی دو هفته آینده دیگه روشن بشه که دوباره ما باید در انتظار نقض آتش بس و تحرکات جدید نظامی باشیم یا اینکه راهی برای ورود به یک روند سیاسی و دیپلماتیک آغاز میشه. خب تا همینجا کافیه. هر جا هستید در پناه خداوند سالم و تندرست باشید.